سلام خدمت همه دوستان و همکاران عزیز. ما تو منطقه فسارود داراب هستیم، توی منطقه شوش استان خوزستان هستیم. در این دشت فیروزآباد استان فارس هستیم. این منطقه مرودشت، استان گلستان، شهرستان کلاله، روستای گجلر، استان خوزستان، شهرستان دسفول. 29 مهر ماه 1404. نیکبخت هستم، مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید فارس که انشالله به کمک و همکاری گروه صنعتی گناباد بتونیم قدم‌های خوبی در بحث توسعه و پیشبرد رقم‌های مفید برای کشاورزان و منطقه انشالله بتونیم برداریم. همونطور که مشاهده می‌کنید پشت سر من 3 تیپ متفاوت از ارقام گروه گناباد کش شده. مزرعه ذرت رقم وایپر هستش. بذر ذرت ماکا هست که شما قدر رو می‌بینید، حداقل 3.5-4 متر هست. این مزرعه PVS هست، مزرعه مقایسه ارقام. مزرعه ذرت وایپر یکی از ارقام گروه صنعتی گناباد. همونطور که می‌بینید قد میشه گفتش حداقل 3.5 متر رو داره، بالای 3.5 متر قد داره. یک مزرعه بود که رقم PL 538 و ماکا رو در کنار هم دیگه کش کرد. ما توی بخش PL 538 هستیم. این مزرعه 8/5 برای اولین بار آب خورده، به منظور کشت دانه‌ای کشت شده. این مزرعه با اینکه تمام ارقام تقریبا ضبط کردن، ماکا که یک رقم تخصصی علوفه هست، یکی از بهترین شرایط رو برای استگرین داره نشون میده. این ذرت اول مرداد کش شده با 28 کیلو در هکتار کش شده. همونجور که داریم ملاحظه میکنیم این ذرت از نظر مشخصات فیزیولوژیک، زاویه برگ، بلال، شرایط بسیار بسیار مطلوبی داره. این مزرعه که می‌بینید مزرعه رقم ذرت ماکا هستش، یه رقم علوفه که توی منطقه کش شده، قد حداقل 3.70 با یک فاصله کشت کم. ما به نظرم میرسه که این رسالت گروه صنعتی گناباد که اولویتش رو بر اساس بهتر بودن و بهینه بودن نوع بذر گذاشتن بتونه توی این منطقه انشاءالله جوابگوی کشاورزان عزیز باشه.